جان یک سوال بود. ما هم در یک کارخانه کار میکنیم، 3 نفر. یک ازبک زن هستن، اپا با ما افطاری آش میارن. آششون خیلی بالا زد، فقط همین گوشتشون پد و پروس است. خوردن همون آش خوریم، گوشتش پرت ممکن. میوه گوشت مزهش به طعام میبراید. بنابراین وی خاله که آششان به مزه است و خاله پرسید که گوشت از کجا میخرید. بعد آش خریده هست. پرسیدیم دکان گوشت نشان دادن، دکان گوشت رفتیم، اونجا گوشت حلال نوشته است، پروستا گوشت خوک هم میفروشد. برای همین هیچ خیلی گوشت حلال نوشته گوشت خوک میفروشد، نعوذ بالله. و اگر باور کرده نمیشد، برای آنکه وی مادامی که گوشت خوک میفروشد و از الله تعالی نمیترسیده است، این معنای آن دارد که وی دروغ گفتن بیم نمیترسد. گوشت خوک خوردن و نترسد، دروغ گفتن بیم نمیترسد، چون که اینش هم حرام. وقتی که مثلا گوشتی حرام حلال گفته فروشد، ریسکش حرام میشد. گوشت خوک فروشد، ریسکش حرام. یعنی مادامی که از اینش نترسیده است، از وی احتیاط کرده میشد. اگر اون زنه گوشت آش میفروشد یا فقط شما طلب میکنید آورده میتید. نه، پروستا او خیر میکند، هر روز پنجشنبه به ما همچون خیر میورد میدهد برای رمضان. خیر باشد، شما هم با خیر کنتون، گوشت خریدتیتون، آشتون بسیار با مزه است. خوب استاد، سلامت باشید. نخوریم. لیکن من این گوشتی ما شبهناک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی شبهناک ترک کند، دینش و آبروش نگاه از شبهه ها، از حرام نگاه داشته است. نخورید. دع ما یریبک الی ما لا یریبک. ترک کن آن چیزی که تو را به شبهه می‌دارد تا آن که شبهه نمی‌دارد. شما همون روزی چهارشنبه یک نفرتون گوشت بردید به خاله، گوید که خاله برای ما از این گوشت آماده کن.